بچه‌ها بیاین بهتون یه روش ساده یاد بدم که چجوری کاتلاین پله رو به راحتی ترسیم کنید. نگاه کنید، ما قبلا می اومدیم و مثلا پولی لاین رو تایپ می‌کردیم، به این شکل یه دونه کاتلاین ترسیم می‌کردیم. شما به جای اینکه بیاید خودتون خطاشو ترسیم کنید، خود اتوکد این رو داره، میایید بریک لاین رو تایپ می‌کنید. بریک لاین رو که تایپ کردید، ببینید اولین دستورم خود بریک لاینه. به این شکل ابتدا و انتهای خطی که میخواید براتون کاتلاین ترسیم بشه رو کلیک میکنید و بعد یه دونه اسپیس میزنید. ببینید به صورت خودکار براتون بریک لاین یا خط کاتلاین پله ترسیم میشه. دوستان برای شرکت توی دوره اتوکد فاز 1 و فاز 2 در معماری هم میتونید توی دایرکت بهم پیام بدید. توی این دوره ما علاوه بر این که اتوکد و ترفندهای اتوکدی رو یاد میگیریم، فاز 1 و فاز 2 معماری به علاوه اون نقشه‌خوانی و ترسیم سازه‌های بتونی و فلزی رو هم بهتون اونجا یاد دادم.